فصل ششم. آن روزها بیشتر سرگرمی مادرم شده بود تهیه جهیزیه. کارش شده بود با خاله منصوره بازار رفتن و خریدن و دوختن. بخچه و سجاده ترمه که کنارش سرمه دوزی و نوارهای نقده داشت. چادر نماز، پارچه پرده‌ای، لحافهای ساتن، ظرف و بلور و چینی و همه رو با شوق و شوق می خرید و آقا جون الحق از خرج کردن دریغ نداشت. خانم جون هم تا به چیزهایی که به خانه می آوردن انا فتحنا نمی خواند و هلهله نمی کشید، نمی گذاشت بازش کنند. خلاصه یکی از اتاقهایمان به قول امیر شده بود بازار شام و من پیش خودم فکر می کردم حالا چه عجله ای است؟ هنوز 2 سال وقت داریم. صورت مهربان و دوست داشتنی مادرم که با عشق و علاقه دوخت و دوز می کرد و خانم جون که با آن دستهای چروکیده و لرزان برایم سفره قند و دمکنی درست می کرد و پدرم که با رویی باز کمبودهای گوشزد شده مادر را پذیرا می شد، همه و همه رویای قشنگ خانه پدری من بود. خانه امنی که سرشار از محبت و عاطفه و مهر بود و من همه چیز داشتم. محبت بی نهایت اطرافیان و زندگی پر از آرامش و رفاهی که جلوی نیازم را می گرفت با همه ارزش بالایی که داشت نتیجهش برای من خوب نبود. خود نیاز و احتیاج ذهن را شکوفا و پویا می کند. بی نیازی بیش از حد باعث تباهی می شود. چون وقتی همه چیز آماده است و آدم از داشتنش مطمئن است، اعتماد به نفس احمقانه‌ای به وجود می آید که انسان را از بین می برد. سیری زیاد اگر باعث ترکیدن نشود لااقل باعث بیماری است و این بیماری بلایی بود که آرام آرام دامن مرا گرفت. اواخر پاییز همان سال موقع امتحانهای ما بود که یک روز صبح توی مدرسه زری گفت عمه حاج آقا برای پنجشنبه آینده من و مادرم را به مهمانی زنانه‌ای که هر سال دارد دعوت کرده و من چون وصف عمه خانوم که اسمش زرین تاج بود و مهمانی‌هایش را بارها از زری شنیده بودم، ظهر که از مدرسه برگشتم اولین حرفی که به محمد زدم همین بود. او که برای رفتن عجله داشت جواب نه محکم و قاطعی داد که مثل آب سردی شد روی اشتیاق بی نهایتم. وارفته گفتم آخه چرا؟ زری هم میره. محمد همانطور که آماده میشد گفت زری بره، اون سرش درد میکنه واسه همین چیزا. با التماس گفتم منم میخوام برم. برگشت با نگاهی مهربان مثل نگاهی که پدری به بچه اش می کند گفت باشه امشب صحبت می کنیم، الان دیرم میشه. بعد هم گذاشت و رفت. وقتی به زری گفتم که محمد مخالف است در حالی که از خودم بیشتر وارفته بود پرسید چرا؟ نمیدونم، گفت شب صحبت می کنیم. زری مثل کسی که فکر خوبی به سرش زده گفت ولش کن، به مامان میگیم رازیش کنه. ولی محترم خانوم در حالی که شک داشت گفت باشه من بهش میگم، فقط خدا کنه روی دنده چپش نباشه. اگه باشه که دیگه مرغش یه پا داره، آسمونم زمین بیاد کسی حریفش نمیشه. چون نه از این مهمونی ها خوشش میاد نه از عمه خانوم اینا. زری با حرص گفت اون خوشش نمیاد به این چه؟ محترم خانوم با خوشرویی گفت مادر جون اجازه زن دست شوهرشه، بعد از اونم حالا تا پنجشنبه خیلی از الان نمیخواد عزا بگیرین. اما من که بی دلیل برای رفتن اشتیاق داشتم توی دلم واقعا عزا گرفته بودم. یادم از آن شب محمد خیلی خسته بود، طوری که حتی به خانه خودشان هم سری نزد. عقلانیش این بود که آن شب سکوت میکردم، اما دلم طاقت نمی آورد. به محض اینکه دراز کشید از ترس اینکه خوابش نبرد بی مقدمه گفتی شب صحبت میکنی ما یادت رفته؟ خسته پرسید در مورد چی؟ مهمونی دیگه. در حالی که نفس عمیقی میکشید برگشت سمت من و پرسید اینقدر برات مهمه که نمیتونی تا فردا صبر کنی؟
خیلی راحت گفتم آره خیلی. آرام گفت حالا اگه من خواهش کنم که بعد حرف بزنیم چی؟ خودم را لوس کردم. اگه من خواهش کنم که همین الان بگی آره چی میشه؟ در حالی که دستم را توی دستش میگرفت و چشمهایش را میبست گفت پس نه من خواهش میکنم نه تو. با حرص دستم را از دستش بیرون کشیدم و در حالی که پشتم را به او میکردم گفتم پس منم قهر میکنم. برخلاف انتظارم خیلی جدی گفت منم با کسی که به خاطر یه مهمونی مسخره با هم قهر کنه کاری ندارم. بعد هم طوری که اصلاً با من تماس نداشته باشد دراز کشید. من که به خیال خودم فقط خواسته بودم خودم را لوس کنم هم تعجب کرده بودم و هم توی کاری که کرده بودم مانده بودم. از عکس‌العمل جدی محمد که برایم دور از ذهن بود هم رنجیده بودم. هم خیلی هم به هم برخورده بود. تا آن شب هم هیچ وقت نشده بود که با هم قهر کنیم. هرچه سعی می کردم بی‌اعتنا باشم نمی شد. کلافه و بیقرار انگار فرسنگ ها دور باشد دلم قرار نمی گرفت. با اینکه نزدیکم بود کنارم بود احساس می کردم دارم از غصه خفه می شم. برای اولین بار هرچی می کوشیدم به خاطر حفظ غرورم همانطور بخوابم می دیدم دور از او خوابم نمی برد. صدای آهای گاه و بیگاهش نشان میداد که بیدار است ولی از رفتارش مطمئن شده بودم که قصد صدا زدن و آشتی ندارد. با خودم در جنگ بودم که او هم پشتش را به من کرد. ناراحتیم چند برابر شده بود. مثل بچه‌ای که از آغوش مادرش دور مانده باشد پرپر می زدم و می دانستم که انتظار هم فایده ندارد. این بار مثل همیشه نیست. حال بدی داشتم. سعی می کردم خودم را قانع کنم که نباید پا پیش بگذارم. ولی دلم انگار جدای از من تصمیم گرفت و وادارم کرد بی اختیار به طرفش برگردم. بی اعتناییش را نمی توانستم تحمل کنم. صدایش زدم محمد. بی آن که برگردد جدی گفت بله. حرصم بیشتر شد. محمد صدایت کردم. باز همانطور بی اعتنا گفت منم گفتم بله. یک دفعه انگار خون به مغزم هجوم آورد. عصبی پا شدم نشستم و با صدای بلند و حرص و بغضی که داشتم گفتم محمد. آه عمیقی کشید و در حالی که می نشست با همان لحن جدی که حالا عصبانی هم بود گفت لازم نیست صداتو بلند کنی. همون دفعه اولم شنیدم جواب تو هم دادم. چیه؟ بله بفرمایین. چانه‌ام از بغض می لرزید. گفتم چرا اینجوری؟ سرد گفت چی جوری؟ نه خیال کوتاه آمدن نداشت. این اولین باری بود که آنقدر سرد و سخت جلویم می ایستاد و من هم که اول به خیال خودم با شوخی شروع کرده بودم حالا نمی فهمیدم از چه اینقدر رنجیده است. درمانده گفتم خودت می دونی. چی توی اینجور حرف زدن ناراحتت میکنه؟ با صدای لرزان همانطور که سعی می کردم اشکم سرازی نشود گفتم لحنش. هیچ نگفت. در سکوت در حالی که شقیقه هایش را با دستهایش فشار میداد آه کشید. اما باز هم چیزی نگفت. از لجم مشتم را با حرص روی بالش کوبیدم و گفتم یعنی یک آره یا نه اینقدر سخته که به خاطرش با من اینطوری رفتار میکنی؟ سرش را بلند کرد. توی تاریکی نگاه چشمهایش را نمی دیدم و سر از احوالش در نمی آوردم و این بیشتر طاقتم را طاق می کرد. ادامه سکوتش برایم غیر قابل تحمل بود و در ضمن بیش از پیش مطمئنم می کرد که این بار قضیه با دفعه های قبل خیلی فرق می کند. او از چیزی که من خبر نداشتم رنجیده بود و خیال نداشت به هیچ قیمتی کوتاه بیاید. من هم که درمانده بودم هیچ جوری نمی توانستم بی‌اعتنایی‌اش را تحمل کنم. بغضم ترکید. خودم را روی بالش انداختم و گریه کنان گفتم باشه حرف نزن مهم نیست. اگه برای تو مهم نیست برای منم فرقی نداره. چند لحظه طول کشید و بعد با صدایی آرام که همراه آه عمیقی از سینه‌اش بیرون آمد صدایم زد. مهناز.
خدایا توی این صدا چه بود که من را اینطور مقهور و اسیر می‌کرد؟ از ترس اینکه مبادا دوباره ناراحت شود بی اختیار فوری سرم را بلند کردم و موهایم را از روی صورتم کنار زدم. نزدیک من در حالی که روی یک دستش تکیه کرده بود نشسته بود. دست دیگرش را به طرفم دراز کرد و من مثل ماهی دور مانده از آب به محض اینکه دستم را توی دستش گذاشتم خودم را هم توی آغوشش انداختم و گریه کردم. همانطور که مثل یک بچه توی بغلش نگه هم می داشت آرام توی گوشم گفت یواش مادر اینا خوابن، صدات میره بیرون. اگه من بدونم با این گریه و اشکای تو چی کار باید کرد خیلی خوب میشه. لب برچیده سر بلند کردم و نگاهش کردم. لبخند به لب و آهسته گفت یعنی من و تو یه بار هم نمیشه بدون اینکه تو گریه کنی با هم حرف بزنیم؟ تقصیر خودته، تو که میدونی من زود گریم میگیره، چرا اینقدر اذیتم میکنی که گریه کنم؟ یعنی منظورت اینه که من هیچی نگم، همه چیز همیشه همونی باشه که تو میگی، حالا چه درست چه غلط تا تو گریه نکنی؟ سرم را تکان دادم و در حالی که اشکهایم را با پشت دست پاک میکردم گفتم نه خیر، منظورم این نبود. خیلی خوب، من دارم گوش میکنم، منظورتو بگو بفهمم. مگه من چیکار کردم که با هم قهر کردی؟ خندید، سرش را تکان داد و گفت مثل بچه ها حرف نزن، من باهات قهر نکردم، مثل کار خودت رو بهت نشون دادم. به چند دلیل، همین. در حالی که اخمهایم را در هم کرده بودم گفتم کدوم کار؟ تو نمیدونی کدوم کار؟ نه خیر، نه کارام و نه دلیلای جنابالی رو. با اینکه میدونم که میدونی باشه میگم که بیشتر در موردش فکر کنی باشه. تو امروز از من یه سوال کردی، درسته؟ در مورد این سوال هم من حق داشتم نظرم و مخالف یا موافق بگم، حتی بیچونه. چرا؟ درسته؟ در حالی که من به خاطر حق خودم و اینکه شوهرت هستم و این حرفا هم نگفتم نه، ولی تو راضی نشدی، گفتی شب با هم صحبت میکنیم، درسته؟ سرم را تکان دادم و او ادامه داد و تو امشب دیدی که من اونقدر خستم که حتی به مامانینا هم سر نزدم، درسته؟ دوباره سرم را تکان دادم. ولی با این همه این مهمونی کذایی اینقدر برات مهم بود که مثل بچه ها پشت تو به من بکنی، مگه نه؟ اگه قرار باشه این مهمونی برای تو حتی از خود منم مهمتر باشه حتما زندگی خوبی بعدها خواهیم داشت، مگه نه؟ پریدم وسط حرفش. من فقط خواستم شوخی کنم. اگه واقعا هم شوخی کردی نه شوخی بجایی بود نه درست. اینکه من عین همون کارو باهات کردم هم به خاطر همین بود که زشتی کارت رو بفهمی. و از همه اینها گذشته دوست دارم یه چیز برای همیشه یادت باشه. در حالی که موهایم را از روی پیشانیم کنار میزد با لحنی ملایم اما محکم گفت با همه این که خودت میدونی چقدر دوستت دارم و با این که میدونی اشکات رو نمیتونم ببینم، ولی چیزایی هست که برای من قابل تحمل نیست، به خصوص از سمت تو. اگه به قول تو به قیمت قهر بین ما تموم بشه، منظورمو میفهمی؟ پس از اشکات هیچ وقت به عنوان سلاح استفاده نکن و از قهر برای به کرسی نشوندن حرفت. دوباره به هم برخورد. حس کردم منظورش این است که من به دروغ گریه میکنم. رنجیدم و خودم را از آغوشش بیرون کشیدم و گفتم گریه کردن من دست خودم نیست. وقتی نمیتونم حرفمو بزنم بی اختیار گریه میکنم. مهربانانه خندید. ولی من دوست ندارم اینجوری باشه. تو تصور کن با بچه‌مون بخوای حرف بزنی، مادری که به جای جواب منطقی گریه تحویل بچهش بده خنده‌دار نیست؟ راست میگفت. خودم هم از تصور خودم در آن قیافه خندم میگرفت. ولی جلوی خودم را گرفتم و با لجبازی گفتم به خاطر اینم که شده دیگه جلوی تو گریه نمی کنم. نه نشد. جلوی من نه. جلوی هیچ کس. نه خیر، فقط جلوی تو که دیگه فکر نکنی میخوام سرت کلا بذارم. با لبخند گفت من همچی حرفی نزدم. در ضمن منظورم این بود که تو اصلا گریه نکنی. اونطوری تازه بدترم میشه که اون وقت همه فکر میکنن زن محمد یه دختر بچه لوسه. مگه نه؟ رویم را برگرداندم و گفتم خیلی بدجنسی، چرا همیشه باید حق با تو باشه؟ این بار از ته دل خندید و گفت حالا دیدی اگه حرف بزنی بهتر از گریه است؟ چه مهارتی توی تغییر فضا داشت.
او تنها کسی بود که از اینکه مغلوبش شوم لذت می بردم. سرم را روی بازویش گذاشتم و حس کردم آرامش دنیا به قلبم حاکم شد. خدایا چه قدرتی توی این وجود بود که اینطور به تمام هستی من حکومت می کرد و در کنارش احساس می کردم به مطمئن‌ترین پشتوانه دنیا تکیه دارم. داشت خوابم می برد که محمد با صدایی آهسته گفت در ضمن در مورد اون مهمونی هم فردا حرف می زنیم. خنده ام گرفت. اصل دعوا فراموشم شده بود و آخر سر هم دوباره حرف او شده بود. فردا صحبت می کردیم. ولی دیگر مهمانی مهم نبود. مهم محمد بود و آغوش گرمش که برای من اهمترین جای دنیا بود. با آرامشی شیرین پلکایم بسته می شد که دوباره توی گوشم زمزمه کرد. هم شب بخیر هم خدا حافظ، من صبح میرم کوه. خوابالود گفتم نه نرو. با خنده‌ای که توی صدایش بود پرسید برای تو چه فرقی میکنه؟ تو که تا من برگردم هنوز خوابی. راست میگفت ولی با این همه دلم نمیخواست برود. پس دوباره با التماس گفتم تو رو خدا حالا فردا نرو، چی میشه مگه؟ اصلا به خاطر اینکه تا حالا منو بیدار نگه داشتی حقت بود، تو رو هم بیدار میکردم و به زور میبردم. دستپاچه و هول گفتم نه ببخشید، قول میدم دیگه تکرار نشه. ای خوابالوی تنبل. لبخند زنان دستش را محکم در دستم نگه داشته بودم که خوابی آرام وجودم را گرفت و چشمهایم روی هم افتاد. خوابی خوش و سنگین که تا نزدیکی های ظهر فردا ادامه پیدا کرد. با صدای محمد در حالی که آرام موهایم را نوازش می کرد و می گفت پاشو خانم کوچولوی تنبل، ظهر شد، تو هنوز خوابی؟ به زور چشمهایم را باز کردم. آفتاب کاملا اتاق را پر کرده بود و نور چشمهایم را می زد. بالشی را که بغل کرده بودم روی صورتم گذاشتم و محکم نگه داشتم تا محمد که سعی می کرد آن را از روی صورتم بردارد موفق نشود. با التماس گفتم محمد خواهش می کنم تو رو خدا فقط یه خورده دیگه. با صدایی سرحال و شوخ گفت چی؟ پاشو زود باش، میدونی ساعت چنده؟ من دیشب فقط 4 ساعت خوابیدم، تو خوابت میاد؟ من که چشمهایم هیچ جوره باز نمی شد، همانطور که بالش را محکم نگه داشته بودم گفتم فقط یه خورده دیگه، به خدا خوابم میاد. با حالتی قهرآلود بالش را رها کرد و گفت باشه هر چقدر دلت میخواد بخواب، من رفتم. مثل فنر از جا پریدم. کجا؟ در حالی که برق شیطنت توی نگاهش بود گفت سر درسام. از فریبی که خورده بودم هم حرصم گرفت هم خندم گرفت. بالش را پرت کردم طرفش. خواب از سرم پریده بود. آن روز وقتی محمد دلایلش را برای نرفتن به مهمانی گفت بدون اینکه کاملا منظورش را درک کنم و سر از مغز کلامش درآورم و در حالی که از درون قانع نشده بودم قبول کردم. طاقت بحث دوباره را نداشتم. برایم توضیح داد مهناز اگه گفتم نه یکی از دلایلش یا بهتر بگم مهمترین دلیلش اینه که دوست ندارم پای تو به این مهمونی‌ها باز بشه. این شروع خاله‌بازیاییه که من اصلا حوصله‌شو ندارم. جمع شدن یه مجت زن بیکار که سرگرمیشون غیبت و به رخ کشیدن سر و لباس و چه میدونم طلا و جواهراتشون به هم دیگه است و از بیکاری از چند روز قبل تو این فکرن که چی بپوشن و چیکار کنن که از بقیه بهتر باشن. ببین تو اگه این مهمونی رو بری بقیه هم توقع دارن که دعوتاشون رو قبول کنی و من میخوام اونها از همین اول حساب تو رو جدا کنن. به نظر تو مسخره نیست آدم وقتشو برای این چیزا تلف کنه؟ شانه هایم را بالا انداختم. به نظر من مسخره نبود. این چیزی بود که از بچگی دیده و یاد گرفته بودم. محمد ادامه داد آخه چه حاصلی؟ چه فایده‌ای توی این مهمونی هست؟ چی ممکنه به تو بده یا تو توی اینجور مجالس چی یاد بگیری؟ خودت فکر کن یک مشت زن خودشون رو برای هم آرایش کنن و برن یه جا 2-3 ساعت برای همدیگه جست بگیرن یا حرفای بی سر و ته بزنن و برگردن خونه. ناخودآگاه خنده‌ام گرفت. تا حالا اینجوری فکر نکرده بودم. محمد گفت ببین خودت هم خندت میگیره و من دلم میخواد از الان همه بفهمن و دور تو رو خط بکشن.
این مهمونی اول رو که بری شروع گله گذاری‌های خاله خانباجی‌ها میشه که خونه فلانی رفت و خونه ما نیومد. مهناز، من اصلا نمیخوام وقت تو و خودم رو صرف این حرفای بی خود و بی حاصل کنم. میفهمی منظورمو؟ با سادگی گفتم یعنی من دیگه هیچ وقت مهمونی نرم؟ با لبخندی شیرین سرش را تکان داد و گفت صبر کن، کم کم جاهایی میبرمت که دیگه به زور قل و زنجیرم حاضر نشی بری اینجور مهمونی‌ها. خانم کوچولوی من، بهت حق میدم، تو باید دنیای دیگه ای رو ببینی تا از این دنیا که توش بزرگ شدی فاصله بگیری و نگاهت از جلوی پات دورترها رو هم ببینه، مگه نه؟ نمیدانم چرا حرفهایش وحشتی گنگ در من به وجود می آورد. ترس و دلهره‌ای که آدم در مقابل چیزهای ناشناخته و نامأنوس پیدا می کند. بیشتر از اینکه هیچ وقت برای حرفهایش جواب نداشتم، احساسی تلخ از نادانی و دست و پا چلفتی بودن می کردم. این بود که بدون اینکه حتی خودم هم متوجه باشم اخمهایم در هم رفته بود و نگاهم به پنجره خیره مانده بود. پرسید چیه؟ چرا این فکر انقدر مغشوشت کرده؟ متعجب گفتم تو از کجا میدونی؟ از نگاه اون چشای قشنگت که پر از نگرانیه. همانطور که از جایم بلند می شدم شکلکی بچگانه در آوردم و خندان دور شدم. از اینکه اینقدر راحت سر از افکارم در می آورد دست پاچه می شدم. او هم در حالی که می خندید گفت صبر کن، کجا؟ آخرین دلیل رو که از همه مهمتره هنوز نگفتم. در را دوباره بستم و ایستادم. کنجکاو و منتظر. محمد با چشمهایی که از شیطنت می درخشید شمرده و آرام گفت و اما دلیل آخر که باید باشه همون پنجشنبه دیگه بهت بگم. هرسم گرفت. در حالی که دندانهایم را به هم فشار می دادم مثل گربه‌ای که می خواهد چنگ بیاندازد به او حمله کردم. داری مسخرم می کنی آره؟ او هم در حالی که از ته دل می خندید و دستهایم را گرفته بود پشت سر هم می گفت به خدا نه، صبر کن، و سعی می کرد مرا که با تمام قدرتم سعی داشتم دستهایم را آزاد کنم آرام کند. سالها بعد از تصور تک تک آن لحظه ها چنان حسرتی وجودم را به آتش می کشید که قابل گفتن نیست. تسلط شیرینی که محمد دانسته یا نادانسته بر تمام وجودم پیدا کرده بود آرام آرام با هستی من قرین می شد و دوری از وجودش برایم غیر ممکن. و من سالها بعد فهمیدم که همه چیز در این دنیا فراموش می شود، تغییر می کند و از بین می رود، غیر از تسلط شیرین جان و روح آدم ها بر یکدیگر. اثری که از این سلطه بر جان دیگری باقی میماند تغییر ناپذیر و پایدار است، اما به شرطی که این اثر زائیده عشق راستین و محبت واقعی باشد، نه آنچه دیگران به غلط نامش را عشق می‌گذارند. عشق تماس مستقیم دو روح است که بین تمام ارواح این عالم همدیگر را میشناسند و در هم حل میشوند. نه آن هوس غرق در شهوتی که باعث کشش جسمها به سوی هم و بروز شور و التهابی زود گذر می شود. و برخی آدمها در اشتباهی محض آن کشش را عشق می پندارند و با این پندار غلط هم عشق و هم وجود خودشان را به لجنزار نفرت و انزجار می کشانند. برای همین است که در عشق واقعی تملک و وصل یعنی به هم پیوستن شیرین دو جان که تنها در کنار هم آرام و قرار می گیرند و از سلطه بیچون و چرایی که بر هم دارند لذتی به عظمت همه محبت‌های عالم حس می کنند. و در عشق شهوانی تملک و وصل یعنی پایان التهاب و فروکش احساسی که گهگاه تا مرز انزجار و نفرت هم پیش می رود. غروب پنجشنبه هفته بعد را خوب به خاطر دارم. اول دی بود و من که ته دلم از اینکه همراه زرین نرفته‌ام دلگیر بودم، چشم به راه محمد زیر کرسی کنار خانم جون نشسته بودم که داشت شمرده از روی مفاتیحش دعا می‌خواند. زانوهایم را بغل گرفته و در صدای حزین خانم جون غرق شده بودم. علی که حتی سرما هم نمیتوانست از جنب و جوش نگهش دارد داشت توی حیاط با دیوار توپ بازی میکرد
و مادرم مشغول آسترکشی بقچه‌ای برای جهاز من بود. خانم جون زیر چشمی نگاهی به من کرد و گفت مادر اگه تو هم 2 کوک به این بقچه‌هات بزنی گناه نداره ها. میدانستم خانم جون از این که کسی را دور و برش بیکار ببیند هرس میخورد. با خنده گفتم من بلد نیستم آسترکشی کنم. خانم جون در حالی که سرش را با تأسف تکان میداد و از بالای عینکش نگاه هم میکرد گفت خوش به حال شوهرت. مادر اینقدر راحت نگو بلد نیستم. کار نشد نداره. پاشو یه سوزن بگی دستت یاد میگیری. خواستم جوابی بدهم که صدای امیر که مثل همیشه خندان و با هیاهو وارد شده بود نجاتم داد. امیر اول خم شد مادر را بوسید و بعد یک راست آمد سراغ خانم جون و همانطور که زیر کرسی می نشست سر خانم جون را هم بوسید. خانم جون با لبخندی پرمهر مفاتیح را بست و گفت دیگه فایده نداره شیطون اومد. امیر خندان گفت مادر جون شیطون که بغل دستت نشسته بود تازه خبر نداری امروز تولدش هم هست. من که داشتم برای استقبال از محمد از در بیرون می رفتم هاج و واج به طرف امیر برگشتم که ببینم منظورش به من است یا نه که محکم با محمد که دستش یک جعبه بزرگ شیرینی بود و رویش یک دسته گل خیلی قشنگ پر از گلهای رز و مریم برخورد کردم. محمد با سلامی بلند به مادر و خانم جون که با تحسین و پرسش نگاهش می‌کردند رو به امیر کرد و با خنده گفت شد تو یه حرف نیم ساعت تو دهنت بمونه؟ امیر قاه قاه خندید و گفت حالا منم که نمیگفتم از اینا که دستته نمیفهمید؟ توی خانواده ما گرفتن جشن تولد مرسوم نبود. همیشه بزرگ شدنم را با بالاتر رفتن سالهای درسیم حساب میکردم. برای همین اینکه محمد روز تولدم را بداند یادش باشد و برایم جشن بگیرد خارج از انتظار بود. نه تنها برای من برای همه. آنقدر ذوق زده و خوشحال شده بودم که فقط با یک دنیا عشق و تشکر نگاهش می کردم و کلامی که بتوانم تشکر کنم پیدا نمی کردم. خانم جون در حالی که مرتب می گفت مبارکه ایشالله 100 سال دیگه هر دوتون عمر با عزت بکنین اضافه کرد آفرین به این شوهر. و بعد رو به من پرسید راستی مادر به سلامتی چند سالت شده؟ امیر مهلت نداد و فوری گفت 17 سال خانم جون 3 سال دیگه باید به حالش گریست. منظور امیر به شعری بود که خانم جون همیشه میخواند. دختر که رسید به 20 باید به حالش گریست. خانم جون گفت لا اله الا الله اون مثال مال قدیما بود بچه جون. اونم واسه دخترایی که تا اون سن شوهر نداشتن. این که دیگه شوهر داره. امیر خندان با چشمهایی سرشار از شیطنت گفت پس باید دعاش رو به جون محمد کنیم که خدا زد پس کلش و اومد و مهناز رو گرفت و ما رو از گریه نجات داد. همین که براق شدم جوابش را بدهم مادر میانه را گرفت و با شوخی و خنده های همه قضیه فیصله پیدا کرد. چقدر آن روز غروب احساس شادی و غرور می کردم. در کنار خانواده مهربانم و در حالی که دلم به عشق محمد و وجودش در کنارم گرم بود. برای اولین بار تولدم را جشن گرفتم. شوخی‌های امیر و خوشحالی همه شادی را چند برابر می‌کرد. این اولین جشن تولدم بود که برای همیشه در ذهنم به خاطره شیرین و ماندگار تبدیل شد. یادم است آن شب هوا خیلی سرد بود. برف ریزی میبارید و من خوشحال از اینکه فردا مدرسه ندارم قبل از خواب پشت پنجره اتاقم ایستاده بودم و حیاط را که پوشیده از برف میشد نگاه میکردم. منتظر محمد بودم که رفته بود خانه خودشان سری بزند. وقتی آمد او هم بی صدا کنارم ایستاد. در حالی که دستش را دور شانه‌ام حلقه میکرد بازویم را گرفت و ساکت به حیاط خیره شد. چند دقیقه که گذشت پرسید مهناز یادت اون هفته بهت گفتم یه دلیل رو باید همون روز بهت بگم؟ برگشتم و پرسان توی چشمهایش نگاه کردم تا ببینم منظورش چیست. باز قصد شوخی دارد یا نه؟ از نگاه کنجکاو و مرددم خندش گرفت. خم شد پیشانیم را بوسید و گفت
وقتی چشمات اینجوری کمی میکنن مچمو بگیرن نمیدونی چقدر صورتت دوست داشتنی میشه. نترس، نمیخوام سر به سرت بذارم. فقط میخواستم بگم دلیلش این بود که دوست داشتم روز تولدت پیش خودم باشه. این حقو نداشتم؟ دستش را به طرف من که هنوز با تردید نگاهش میکردم دراز کرد و گفت حالا اینم برای تشکر، هم از این که به خاطر من مهمونی نرفتی، هم به خاطر درسات که خوب خوندی و از همه مهمتر برای اینکه خانم خوشگل من 17 ساله شده. مبهوت نگاهش میکردم. بعضی وقتها دوست نداشتم بگویم، دلم میخواست فریاد بزنم که دوستش دارم. وجودم غرق مهر بود و حقشناسی. با عجله در جعبه کوچکی را که توی دستم گذاشته بود باز کردم. داخلش یک گردنبند با زنجیر بلند نقره‌ای رنگ بود. یک قلب که از دو طرف به یک زنجیر با ساختی ظریف وصل بود. روی قبل پر از کنده‌کاری‌های ظریف و ریز بود که در مقابل نور تلألؤی خیره کننده داشت و به نظر پر از نگین می آمد. ذوق زده و خوشحال تا خواستم گردنبند را به گردنم بیاندازم پرسید نمیخوای توشو ببینی؟ با تعجب پرسیدم توی چی رو؟ طرف راست پایین انحنای قلب را فشار داد و من در کمال ناباوری دیدم درش باز شد و 2 قلب کنار هم قرار گرفت. در حالی که بینشان یک صفحه بسیار ظریف بود که با مفتولی نازک از وسط به 2 طرف وصل بود. درست مثل این که وسط آن 2